سلام، خوش اومدی به کلیدهای ذهن. اینجا جاییه که با هم یاد میگیریم چطور ذهنمون رو بهتر بشناسیم، احساساتمون رو مدیریت کنیم و قدم به قدم به آرامش نزدیکتر بشیم. من همیشه فکر میکردم آدم باید خیلی قوی باشه که زندگیشو جلو ببره، اما کم کم فهمیدم گاهی فقط شناختن خودمون میتونه قوی ترین نقطه شروع باشه. اینجا نمیخوام نسخه آماده بفروشم. من نه ازت میخوام یه شبه تغییر کنی. فقط میخوام با هم کلیدایی رو پیدا کنیم که از قبل توی ذهنمون بوده، اما هیچکس یادمون نداده چطور ازش استفاده کنیم. اگه این مسیر برات آشناست یا اگه دنبال یه قدم تازه‌ای، خوش اومدی. این تازه شروع ماست. لایک و سابسکرایب اگه دوست داشتی. بریم سراغ اولین موضوعمون.